چالش 10 روز لوازم آرایشی یا مراقبتی چی بخریم بهتره با دنیا. دوستای خوشگلم سلام، حالتون چطوره؟ سبز پوشیدم، جینگولی واسهتون گیر زدم که کد انرژی مثبت بهم بدین. خب اولین محصولی که میخوام براتون توضیح بدم که ارزش خریدن و شارژ مجدد رو 100% دارن، کرم پودرهای استی لادر و فوراور 52 مدل فوتوماتش. استی لادر که واقعا خیلی بنامه و لازم نیست من خیلی در موردش صحبت کنم. خیلی فاندیشن عالیه، واقعا من خودم خیلی دوستش دارم. موندگاری خیلی بالا روی پوست که الان هم میبینیم، من الان هم ازش زدم، اصلا روی پوست کیکی میکی نمیشه، حتی اگه تو چیزم نزنی، پودر فیکس یا اسپری فیکس هم نزنی. و فوراور 52 اینم که فینیش ماتی داره مثل اسلادر و من هر دوشو خیلی دوست دارم. به نظر من ارزش خریدن و شارژ کردن داره. این الان حدود یه 3-4 تومنیه، اینم حدود شاید 2 تومنی اینا، ولی به نظر من هر دوشون ارزش خرید و استفاده مجدد رو دارن. ولی خب روزانه استفاده نکنه خیلی بهتره، ولی من استیلادرم بوده که چند تایم متوالی روزانه استفاده کردم و واقعا عالی بوده، یعنی روی پوست خیلی سبکه. محصول دوم که میخوام در موردش توضیح بدم، این محصول فوراور 52 که بیسیک سایه است، چه برای سایه های مات چه سایه های شاین که اون شاینش رو نگه داره میتونی ازش استفاده کنی، واقعا عالیه. و به عنوان چسب گلیتر هم میتونی ازش استفاده کنی، این هم نزدیک 1 تومن ایناییه. به نظر من ارزش خرید و شارژ رو داره، خوبه که تو خونه هر دختری هر خانومی اینو داشته باشه. و آخرین محصولی که میخوام براتون توضیح بدم، نیتروژینا آبرسانش مدل هیدروبوستشه که من واقعا عاشقشم و یه بافت ببین تقریبا ژله غلیظ شل اینجوری چیزی، خب و واقعا بوی بهشت میده، من خیلی دوستش دارم. پایه همه آرایشام اینه و پوستو خیلی تر و تازه میکنه. شاید اینو باید بگم که اصلا کلینیک هم نداشته باشی اینو استفاده کنی خیلی اوکی از نظر من و من خودم خیلی دوستش دارم. قیمتش هم الان شده یه 900 تومانی فکر کنم. لطفاً برای اینکه ویدیوهای آینده‌مو، این پارت دوم ویدیوم بود، ویدیوهای آینده‌مو گم نکنی، سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم.